سلام به همه. امروز میخوایم در مورد یک گیاه حرف بزنیم که هم تو آشپزخونه کاربرد داره هم تو داروخونه. زنجبیل. این ریشه طلایی حسابی خاصیت داره. تحقیقات علمی نشون دادن زنجبیل کمک میکنه التهاب بدن کاهش پیدا کنه. دردهای عضلانی مفصلی کمتر بشن. حتی باعث تقویت سیستم ایمنی میشه. زنجبیل به هضم بهتر غذا کمک میکنه و یکی از قدیمی ترین درمانهای طبیعی برای تهوع و دلدرده. خیلی از پزشکا پیشنهاد میکنن بعد از صرف غذا یا در سفر یه تیکه زنجبیل تازه یا چای زنجبیل بخورین. جالبتر این که باعث افزایش جریان خون میشه و در نتیجه احساس انرژی گرمای طبیعی در بدن به وجود میاره. البته مثل هر چیز مفید نباید زیاده روی کرد. مصرف زیاد زنجبیل ممکنه باعث سوزش معده بشه یا برای بعضی از افراد با فشار خون بالا مناسب نباشه. اما در حد متعادل واقعا یه داروی طبیعی و ایمنه. پس دفعه بعد که خواستی بدن تو تقویت کنی یه فنجون چای زنجبیل رو امتحان کن. اگه دوست داری از خواص علمی خوراکی های دیگه هم بدونی حتما کانال رو دنبال کن و نظر بده.